بعدی یا روایت بعدی به دوستی اهل بیت پایبند باشید. الزم مودتنا اهل البیت، دوستی ما اهل بیت پایبند باشید، چون به راستی کسی که به حضور خداوند رسید که مودت اهل بیت را داشت وارد بهشت میشه به وسیله شفاعت ما. این همش مودت و دوستی فرهنگ مسیحیانه که اینا وارد کردن و به این شکلی، البته با این خاموش، و سوگند به کسی که جان من در دست اوست. هیچ کس به هیچ عمل هیچ کسی به سود نمیرسونه، اعوذ بالله، مگر وقتی که حقوق ما را شناخته باشه. این دروغه. اگر چنین چیزی می بود قرآن می گفت. اگر چنین چیزی می بود قرآن می گفت. اما قرآن چون نگفته پس چنین حرفی نادرسته. و این حدیث رو تبرانی در کتاب این آقا به تبرانی نسبت میده در کتاب الاوسط حاشیه 1057 که تبرانی هم نظیر سابقش داره در کتاب مجموع الزوائد 972 که هیثمی میگه که و فیه لیث ابن ابی سلیم و غیره. ابو مریم که کتابی در این مورد نوشته، ابو مریم اعظمی، میگه این حدیث باطله. کتابشو قبلا بهشون نشون دادم در رد المراجعات، کتاب خیلی جالبیه، به فارسی هم ترجمه شده، کسی خواست بخونه میتونه در سایت عقیده پیدا کنه. من سعی میکنم که موضوعات مهم رو در این مورد از همه جا جمع کنم و براتون خلاصه بکنم. ایشون میگه که این حدیث باطله. لیث بن سعید یا لیث ابن ابی سلیم به اتفاق اهل حدیث ضعیفه به خاطر اختلاطی که پیدا کرده. ابن حبان اون در مجروحین بیان کرده. حافظ اسقلانی در تقریب میگه که لیث انسان بسیار صادقی بود اما بعدا اختلاط پیدا کرد و احادیث رو از هم دیگه تمیز نمیداد و لذا متروک شد. عبارات هیثمی هم اشاره بر وجود ضعف دیگری میکنه جز لیث، با وجود که ضعف خود لیث در اینجا کافیه. و لذا بقیه سخنانی که آقای کی گفته موسوی در حاشیه همش دریوریه، هیچ دلیلی هم ثابت نمیشه. در شماره دهم میگه که معرفت آل محمد براءت من النار، شناخت آل محمد بری بودن و دور شدن از آتشه، شناختشون فقط، و حبشون پاسپورت پولسرات، جواز پولسرات، قبول داشتن ولایتشون به معنای راپوزیش قالیش در امان شدن از عذاب خداونده. خب چون این ادعاهای بزرگی ببینیم سندش چیه. این همش قلوبه. ادیان سابق همش از راه قلوب و افراط به گمراهی افتادن. در این دین هم پیامبر فرموده که شما اونها رو وجب و وجب دنبالشون میری، گام به گام دنبالشون میری. گفتن کی؟ گفتن یهود و نصارا. گفتن پس کیه دیگه؟ یعنی شما مثل اونها افراط خواهی کرد، یعنی این کارو نکنید. متاسفانه شیعیان این کارو کردن، بسیاری صوفیان این کارو کردن. معیار عدم افراط، معیار عدم غلو چیه؟ کتاب، سنت، عقل سلیم. این حدیث که عرض کردم در حاشیه 1158 به قاضی عیاض نسبت داده و شما وقتی به همون چاپ مراجعه کنید میبینید که قاضی عیاض در قسمت دوم کتاب شفا گفته که اینجا چطوری موسوی بازی میکنه. فصل و من توقیره صلی الله علیه وسلم و بر آله و ذریته و امهات المؤمنین ازواجه. هر مسلمانی باید بر پیغمبر احترام بذاره، دوستش بداره، توقیرش بکنه. ایشون میگه که از احترام و توقیر و تبجیل پیامبر اینه که آلش را و ذریه‌اش را، آلش را و ذریه‌اش را و امهات مؤمنین و همسرانشون را احترام بکنی. خب بعد این آیه رو ذکر میکنه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا. بعد ادامه میده که معرفت آل محمد تا آخر حدیث. اینجا
اولا قاضی ایاز این حدیث رو بدون ذکر سند روایت کرده، به کسی هم نسبت نداده، نگفته که اینو خارج کرده که روایتش کرده. حتی بر خود قاضی ایاز بر صحت و ثبوتش هم چیزی نگفته. موسوی هم همین کارو کرده. خب خود قاضی ایاز مدعی نیست که کتابش همش درسته و خود قاضی ایاز نمیگه که من کتابم همش صحیحه. پس احتجاج به چنین حدیثی که صحت و سوقش هم ثابت نیست یه فریبکاریه، چون سند نداره. برای انسان اینجا شما با انسان‌های روبرو هستید که ایشون صداقت ندارن، هیچ نوع برخورد علمی صادقانه ندارن. آقا این مشکل شما سند بیاری بر حدیث خوده. و اینجا هم یک کلاهگذاری دیگه کرده نسبت به شیعیان. این کار آخونداشونه. آیا روش اهل علم این چنینه که سخنان دیگر را قیچی کنید بیاید به خورد مردم بدید اونم بدون سند؟ مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته هم راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألم تر أن اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، علماء دعوته، أمناء دعوته، وقادة ألويته، ووزراء دولته، وأوصياؤه في أمته،
رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم تؤتي أكلنا كل حين وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون می باشم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند رسیدیم به آیه شریفه 33 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تسخیر آورد شمس و قمر. اینجا در صدد تأمل و تفکر روی آیات الهی هستیم. به تسخیر آورد شمس و قمر که باشند خدمتگزار بشر، شب و روز را هم به لطفی که داشت خداوند بر لوح گیتی نگاشت. زهر گونه نعمت بکرد او عطا، زهر چیز می خواستید از خدا. اگر این همه نعمتی را که حق نهاد است بهر شما در طبق، بخواهید آرید اندر شمار، نباشید قادر بر انجام کار. ولی با تمام وجود و صفات، بشر سخت کافر بود در حیات. بشر اینجا اکثریت بشر مقصوده. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. خورشید آیه است که در روز روشن انسان می‌بینه و ماه آیه است که در شب، و آب که در آیه سابق هم ازش ذکر شد ارتباط داره به خورشید که این آب از دریاها بخار میشه، به صورت باران فرود میاد تا من شما از محصولات زمین به وسیله باران استفاده کنیم.
اما در دریاها هر چی درش میگذره حساب کتابش با تقویم قمریه، با شمسی نیست. آیا پیامبر اکرم علیه السلام که درس نخونده بود همه اینها رو میدونست؟ نه. لیکن خداوند جل جلاله و منواله که عالم به همین چیزه قرآن رو برش نازل کرد که همه حقایق هستی اجمالا درش هست. اینجا وقتی میفهمد که ماه و خورشید به طور منظم، به طور مرتب در گردشند، او کسیست که یک کاری رو به طور منظم انجام بده. شما میگه فلانی شخصی شب روز درس میکنه، مثلا مرتب کارش انجام بده، وظیفه‌اش انجام بده. خورشید و مهتاب که خداوند جل جلاله و منواله اونها رو بر حسب نظام دقیقی ایجاد کرده. من شما روز رو از اول روز حساب میکنیم، از شب تا صبح تا شب. شبان روز رو 24 ساعت تقسیم میکنیم. ولذا خداوند فرمود و الشمس و القمر بحسبان، ماه و مهتاب، ماه و خورشید بر حسب حساب کتابی هستند. و الشمس و القمر حسبانا، یعنی ای انسان تو از ظهور خورشید و از ظهور مهتاب به حساب کتاب میپردازید، تقویم درست میکنید. و خداوند اینها رو علامتی نشون داده بر دقت حرکت در این هستی که ما به وسیله ماه و خورشید میتونیم زمان رو حساب کنیم و اینا هرگز با هم دیگه تصادف نمی کنن. هر کدوم از اینها مدار خاص خودشون دارن، فلک خاص خودشون دارن، به دقت حساب شده. ولذا شما ندیدید دو تا کره، خورشید، ماه، مهتاب، مریخ یا دیگر با هم دیگه برخورد کنن. و مثل ساعتهای من شما نیاز به کوک کردن ندارن. ولذا هر چقدر که من شما به اختراع جدیدی دست بیابیم، عمق ایمان مؤمن رو به خداوند بیشتر میکنه. ولذا میفرماید سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز بر شما مسخر کرده. خورشید آیه است برای روز، همچون که عرض شد. مهتاب آیه است برای شب، شب از روز سبقت نمیگیره و روز از شب سبقت نمیگیره. لیکن مقتضای سخن به قول اهل علم این بود که بگه سخر لکم النهار و اللیل، خورشید و مهتاب بر شما مسخر کرده. لیکن خداوند میخواد به من شما بیاموزه که ماه آیه است برای شب، در شب طلوع میکنه و شب وقت آرامشه، وقت سکونه. لیکن ای انسان، تو وجودت برای آرامش و سکون نیست، برای این خلق نشدی. موجیم که آسودگی ما عدم ماست و بلکه سبب وجودی من شما اینه که انسان تحرک داشته باشه، با تحرک خودش زمین رو آباد کنه. بر امارت این زمین خلق شده. ولذا اینجا برخلاف مقتضای سخن اول از ظهور خورشید حرف زده، بعد از ظهور ماه، در صورتی که ماه نورش از خورشید میگیره، بعد از اون از شب و روز حرف میزنه. گویا خداوند متعال این نشونی را با در خلال دو نور خورشید و مهتاب قرار داده. نور اولی از خورشیده، نور دومی از ماه، نور روز از خورشیده، نور شب از ماه، تا انسان بیاموزه که زندگیش مالامال از نعمت خداونده و وظیفه‌اش حرکت در روی زمینه. ولذا ای انسان گمان نکن که در روی زمین برای خوابیدن و برای استراحت خلق شدی. خداوند خواب و برای استراحت آفریده،
لیکن اصل اینه که بیدار باشی و حرکت کنی. کلمه تسخیر بر اشیاء جوهری اصلی اومده و برای مسخرات. حیوان برای من شما مسخر شده، همچنین نبات، آسمان و آنچه که درش هست، شب، روز که نتیجه خورشید و ماهند. و معنای مسخر شدن اینه که از خودش اختیاری نداره. چیزی رو که خداوند مسخر کرده یعنی منضبطه، درش هیچ خللی به وجود نمیاد. لکن اون چرا که بهش اختیار داده مسخر نکرده، چه بسا درش نقص به وجود بیاد، درش اختلال بیاد. برای که مادامی که اختیار داره ممکنه در راه درست بره یا راه اشتباه بره. راجع به جبر و اختیار، راجع به اینکه انسان مسخره یا مجبوره، فلاسفه سخنان زیادی گفتن، مذاهب متعددی رفتن، خودشون به در سر انداختن. بخصوص فلاسفه آلمان، دو مذهبی که ظاهرا متعارضه لیکن هر دوشون هدفشون یه چیزه، اون اینه که الحاد رو توجیه کنن. اگر یه مذهب از مذاهب فلاسفه اونها به الحاد میرفت و دیگری به ایمان، گفتیم خب باز یه حرفی. لیکن با وجودی که دو مذهب متناقضن، هر دوشون الحاد رو توجیه میکنن. یک مذهبشون میگه که شما میگی که این کائنات پشت سرش یک قدرت قادره هست، حکیم هست و اون چه که همه چیز منضبطه، دقیق حساب شده. لیکن اینا میگه خب ولی واقعیت اینه که بعضی استثناءات میبینیم. مثلا در انسان میبینیم بعضی خیلی کوتاهند، بعضی خیلی بلندند، بعضی کورند، اگرچه اصل این نیست. بعضی دست ندارن، بعضی پا ندارن، بعضی چشم ندارن. خب ولی اگر الهی نمی بود آیا انسان میتونست این حکمتی رو که ازش حرف میزنن ازش حرف بزنه؟ آیا اگر از خدا حکمت رو دور میکنی بر کس دیگه میتونی حکمت رو ثابت کنی؟ معقوله که نه. از کلامشون مردوده. مکتب دومشون دیگه این نظام موجودی که در این هستی هست، مکتب فلاسفه آلمان، این دلالت بری میکنه که الهی نیست، یک نظام اتوماتیک ثابته و خدایی نیست که شب و روز کنه، روز و شب بکنه. با وجودی که هر دو این مکتب ظاهرا مختلفن، متعارضن، لیکن هر دوشون توجیهگر الحادن. اما رد بر هر دوشون اینه که ای مکتبی که شما ثابت بودن نظام در این هستی دلیل بر عدم وجود اله میگیرید، این ثبات موجود در جهان اعلی. و ای کسی که استثناءات و دلیل بر عدم وجود خدا میگیرید، این استثناءات در عالم ادنا وجود داره، در زمین، در ملأ اعلی وجود نداره. در ملأ اعلی این استثناءات وجود می داشت، آسمان ها و زمین فاسد می شد. و حتی در زمین هم اکثر مردم سالمند، اکثر مردم چشم دارن، گوش دارن. استثناء یکی چشم و گوشی نداشته باشه برای اینکه درسی باشه برای دیگران. و تسخیر شب و روز از اعراضی است که از مسخر شدن ماه و خورشیده. هم ماه و هم خورشید به طور منظم وظیفه‌شون انجام میدن، هیچ کوتاهی در حرکتشون نیست. من شما وقتمون رو بر حسب گردش اونها منظم میکنیم.
اول فصل هامونو، اول شب، اول روز، اول هفته، اول ماه. هر اختلالی که به وجود بیاد از حرکت انسان مختاری که خداوند اونو در زمین جانشین قرار داده. مثلا سوراخ شدن طبقه اوزون که در غلاف جوی هست، در پوشش جوی هست، بلکه انسان بدون مطالعه لازم میخواد شرایط زندگیشو در زمین بهتر کنه، این اشتباهات رو میکنه. ورزا تجارب رو با تنگ نظری میبینیم و این نظرات جزئی رو از نظر کلی که از من شما مطلوبه راجع به این هستی جدا میکنیم و اینجاست که انسان چه بسا که دور برش رو فاسد کنه. ولذا انسان قبل از این که به هر پروژه دست بزنه باید از همه نواحی اونو بخونه، بخصوص راهنماییش رو از کتاب آسمانی بگیره. اینجاست خداوند فرمود که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد در زمین، در دریا و خشکی ظاهر شده به خاطر اون چی که مردم انجام میدن. اما اگه مقدمات، نتایج به خوبی مطالعه بشه بر اساس اون چی که خداوند فرموده، این چنین اشتباهات و خلل پیش نمیاد. ولذا هر اختراعی که انجام میدیم باید آثار جانبیشو ببینیم از نظر علمی تا بشر رو از آثار جانبی اون حفظ کنیم و همیشه یادمون باشه که ولا تقف ما لیس لک به علم، اون چرا که دانش ندارید پیروی نکن. ولذا اون چرا که الان از مشکلاتی که راجع به فضا هست، راجع به صحت هست، همه اینها نتیجه مداخلات انسان بدون علم کامله و این دلیل بر حکمت خالق اعلی است. ولذا بعضی از اختراعاتی که باشن انجام داده، درست که از فواید سطحیش استفاده میکنه، لیکن چه باسه که وبالی بر خود انسان بوده. ولذا خداوند فرمود بما، نفرمود که بما اکتسبت ایدی الناس، بلکه میفرمود بما کسبت ایدی الناس، چون که انسان به خودش انجام داده. و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم اللیل والنهار. و ظهور خورشید و مهتاب نتیجهش آمدن شب و روزه و ظاهر شدن خورشید مثلا معنیش این نیست که ماه وجود نداره، لیکن نور فراوان خورشید باعث میشه که نور ماه دیده نشه. اما شب و روز اینها پشت سر هم دیگه میان. والذی جعل اللیل والنهار خلفا، اوست که شب و روز و پشت سر هم دیگه قرار داده، با هم نمیان. در مثلا شب در یک شهر، در مقابلش در یک شهر دیگه روزه. در امریکا شب، مثلا در اندونزی روزه، مثال عرض میکنم و هکذا. این حرکت و قرآن ثابت میکنه که هر کدوم از اینا پشت سر هم دیگه میان و اینو از اولین لحظه آفرینش قرار داده و بعد از اون پشت سر هم دیگه میان. کائنات وقتی خداوند خلق کرده، خورشید رو در مقابل زمین قرار داده. اونجایی که جزئی از خورشید در مقابل زمین باشه روزه، جزئی که در مقابل زمین نباشه اونجا شبه. دوباره زمین حرکت میکنه تا اون گردش، یعنی قسمتی که در مقابل خورشید نبوده میاد در مقابل خورشید، باز روز میشه، اونجا شب میشه و هکذا. و اینجاست که خداوند خواسته که شب و روز در پی هم دیگه بیان. اینجا بعضی از نعمت‌ها خودشو خداوند ذکر میکنه بر ما بندگان: آسمان، زمین، آبی که از آسمان نازل میشه،
محصولاتی که از زمین بر من شما ایجاد میشه. خورشید و مهتاب بر من شما مسخر کرده، شب و روز بر من شما مسخر کرده، تا اینکه قدر این نعمت‌ها رو بشناسیم و این نعمت‌ها رو که شناختیم دیگه ولایت خدا رو به بندگان ندیم. ولایت خدا از آن خداونده. خورشید با این عظمتش، مهتاب با این عظمتش، این هر دو مسخرند بر انسان. کدومی که بزرگتره؟ انسانی که اینها براش مسخر شدن یا اینها بر انسان؟ بدون شک انسانی که این نعمت ها براش مسخر شده در خدمتش انسان بزرگتر از اوناست. ولذا ای انسان همه آنچه را که خداوند در این هستی برات مسخر کرده، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این اکرام بر انسان. تو چیکار کردی؟ در مقابل این اکرام خداوند آیا طاعتش کردید یا معصیتش؟ آیا به سراغ او رفتید یا به سراغ قبرها رفتید؟ سراغ مرده ها رفتید، مرده ها رو خدا کردید، مرده ها رو صفات خدایی دادید. نه، خدای کشتی امکان یک است. و آیا این اکرام رو در مقابل شکر انجام دادید، سپاس گذاشتید یا انکار کردید؟ آیا در مقابل اکرام خداوند این همه نعمت در اختیارت قرار داده، عمل نیک انجام دادید یا عمل بد؟ آیا در مقابل این اکرام یاد خدا کردید یا از خدا غافل شدید؟ یا به جای یاد خدا شرک انجام دادید، علی رو جای خدا گذاشتید، مسیح رو جای خدا گذاشتید، دیگران جای خدا گذاشتید. و سخر الشمس و القمر. هر کدوم از من شما میدونیم که بدون خورشید زندگی ممکن نیست. خورشیده که زمین و کل کره زمین و حرارت میده. اگر حرارت خورشید نمی بود، روی کره زمین 250 درجه زیر صفر می بود. میشد یک کوکب، یک سیاره متجمد، هیچ زندگی درش ممکن نبود. لیکن خورشید هم گرما به زمین میده، هم نور به زمین میده. نباتات بدون نور رشد نمیکنه. یعنی اگه نور خورشید نمی بود، هیچ برای خوردن وجود نمی داشت. نباتات همه می بردن، حیوانات می بردن، انسان می مرد. و سخر لکم الشمس. خورشید بر شما مسخر کرده تا از نورش استفاده کنید، از حرارتش استفاده کنید. خورشید مثل یک آنتی بیوتیک کار میکنه. بسیار از کائنات مضر رو میکشه. بسیار از کائنات مضر جز در تاریکی زندگی نمیکنن. وقتی خورشید میاد همه اینا از بین میرن. همچون که بارها عرض شده، خورشید از زمین 156 میلیون کیلومتر فاصله داره. 156 میلیون کیلومتر. نورش در 8 دقیقه به زمین میرسه. خورشید 1,300,000 بار از زمین بزرگتره. یعنی 1,300,000 کره زمین تو خورشید جا میگیره. زمین رو نگاه کن، حجمشو، خورشید و همین آیت‌های خداونده. سطح خورشید درجه حرارتش بیشتر از 6,000 درجه، در صورتی که حرارت داخلیش بیشتر از 20 میلیون درجه. اگر کره زمین در خورشید گذاشته بشه در 1 ثانیه بخار میشه. طوری که دانشمندان میگن. دانشمندان عمر خورشید رو به 5,000 میلیون سال تخمین میزنن. و سخر الشمس و القمر. خداوند و سخر لکم، براتون
خورشید و مهتاب مسخر کرده، بر انسان مسخرن. خداوند عزوجل به زبان ابراهیم که نمرود و مخاطب قرار میده میفرماد که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. نمیبینید اون را که با ابراهیم محاججه کرد درباره پروردگارش، اونی که خداوند بهش ملک داده بود. ابراهیم بهش گفت که پروردگار من خدایی است که مرده را زنده میکنه. اون گفت یعنی نمرود که من میمیرانم زندگی میکنم. ابراهیم دید این کله خوش که نمیفهمه، گفت که فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. خداوند تو میگه ادعا میکنی که زنده رو مرده میکنی، خداوند خورشید رو از مشرق میاره، تو از مغرب بیارش. این کافر مبهوت موند. والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند ستمگران رو هدایت نمیکنه. آیا هیچ قدرتی در روی زمین میتونه مسیر خورشید رو تغییر بده؟ میتونه از شروق منعش کنه، طلوع نکنه یا غروب نکنه یا وقتش رو تغییر بده؟ فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که این آیه رو در جلسه دوم ادامه خواهیم داد. بریم سراغ کلیپ هاتون. علیکم السلام. تا از افغانستان تماس شدم. واسین آقای مولازاده سلامت باشید. خیلی متشکرم. کاش خودتون رو معرفی میکردیم. آقای شریف ناروی میگه که صدا بریده بریده. نمیدونم هنوز این نویز هستش. علیکم السلام. تا از افغانستان تماس شدم. واسین آقای مولازاده سلامت باشید. آقای سلطان سلیم، فرمان خمینی مردم فریب خورده که فرمانخوانی برای خانه‌دار شدن محرومین در صفحه طولانی. ببینیم این چیه. اینجا بانک ملی شده بازار است. عبد الوزیر در روز گذشته جناب خمینی رهبر حزب اسلامی ایران بیانیه صادر فرمودند برای کسانی که مایل هستند تا درباره محروم مملکت ما صاحب خانه بشن، وجودی که میخوان در مورد این کار کمک بکنن به حساب شماره حساب بانک ملی واریز کنن. بالعکس که این فرمان از طرف زعیم عالی‌قدر ما امام خمینی دارد. خیلی بسیار خوب و تشویق شدیم، ولی که متقاعد زندگی ما البته حدود توسعه ما همه رو مبادله نکردیم. این حدود توسعه مقداری که مبادله کردیم با چون نمی شد روحای خیلی خوبی دادن برای این کار. جوونی هستن، جوونی ایرانی از تمام جوانان ایران تمنا میکنم که هر کسی به وسع خودش در این امر خیر خانه‌سازی شرکت بکنه، چون ما یهودیان ایران ایرانی واقعی و در پناه اسلام و در پناه
پرده آخر، کلاس زبان امام هادی. بفرمایید. بریم پرده آخر. ابو هاشم جعفری گفت رفتم خدمت امام هادی، دیدم هندی داره صحبت میکنه با هندیا. گفت من یه خورده حتما میدونست خمینی از اونجا میاد دیگه. تلو رفتم، گفتم این همه لهجه، این همه گویش، این همه زبان، امام میگه من همه اینا رو دفعی میدونم. حضرت از این کم آوردن من رنج برد، یه دونه سنگی رو برداشت، سنگریزه گذاشت تو دهنش، گفت به آب دهن حضرت مخلوط شد. گفت بیا جلو، گذاشت تو دهن من. گفت اینو گذاشت تو دهن من، 70 زبان مسلط شدم، اولیش هندی. اولیش هم هندی. شب و روزگار خوش. این مذهب ویرانگر عقل بر انسان نمیگذاره. پرده آخر، زور پیامبر از علی خیلی بیشتر بود ولی نمیخواست ازش استفاده کنه. چه فایده؟ زور که ازش قابل استفاده نبود. بریم پرده آخر. اگر حضرت موسی میزد تو گوش کسی، سرش تو هوا پخش میشد. نه دردش. این از اون قارتاقاست، این کلتاست میگیره میرفتی که باره میشد. پیغمبرها، هر پیغمبری رو خداوند قدرت 40 پهلوان زمان خودش رو بهش میده و پیغمبر ما قدرت 40 پیغمبر رو داشت. اگه بنا باشه پهلوان زمان پیغمبر ما علی باشه، پیغمبر ما 1600 برابر علی قوی بود. این مذهب جز غلو چیزی نمیدونه، جز افراط، مسابقه افراطه. تا بنا نداشتیم قدرت چه جایی نشون بده و باید خراب باید بسن علی جنگ بیاره. چه فایده از این قدرت؟ بنا نداشتیم. شب و روزگار خوش. پرده آخر، محافظت از نگاه هیز نمازخوان در مسجد یه دختر 4 ساله. یعنی چی؟ بریم پرده آخر. زینب کبرا بهانه میگرفت 4 سال و نیمش بود مادرش مرده بود. بهانه میگرفت آقا فرمودن دخترم امشب میبرم سر قبر خاتم الانبیا دل دعاشه. نماز مغرب ها خوندن، هوا تاریک، مردم همه رفتن، مسجد خلوت شد. مولانا علی از جلو، زینب پشت سرش، حسن و حسین پشت سرش. زینب 4 سال و نیمه را اسکورت کردن، رسیدن سر قبر خاتم الانبیا. وقتی رسید یک شمع رو قبر پیغمبر بود. آقا امیرالمومنین سود کرد، شمع خاموش کرد. امام مشتبه کرد بابا جون مسجد تاریک، چرا شمع خاموش کردی؟ فرمود دروغ. اون موقع که قبر داخل مسجد نبوده که اون موقع قبر که داخل خانه عایشه هست رضی الله عنها جدا از مسجد بوده. یک مرد نامحرم اون موقع مسجد داره نماز میخونه. الهام از روشنایی شمع قامت دخترم را ببین. شب روزگار خوش. آقای سادات شیعه، سلام و درود خدمت رهبر توحیدی. خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما آقای دکتر مدن به خاطر راهنمایی ها و روشنگری های قرآنی شما در شبکه توحید. انشالله که در این راه ثابت قدم باشید. خیلی متشکرم از شما و خداوند یاورتون باشه. چند سالی میشه با شبکه شما آشنا شدم و روزهای اول با اینکه سخنان شما حکیمانه و درست بودن، اما به خاطر تعصب
یا ناخودآگاه به خاطر تبلیغات ضد باقی مذاهب که ما از کودکی باش بزرگ شدیم و تاثیرش قوی تر بود، سعی میکردم به خودم بقبولانم که شما از دید خودتون تفسیر میکنید یا به خاطر برادرتون مرحوم مولازاده دشمنی دارید با شیعه. نه، من برادرم دشمنی خاصی با شیعه نداشت، برعکس من موازیم راجع به تشیع تندتر از برادرمه. بله. و حکومت به هر حال کم کم نتوانستم شکیات را تحمل کنم. شاید واقعا به ما دروغ گفتند، آخرت چه می شود؟ و صدها سوال دیگر. خب این دلیل بر اینه که شما در ماهیتتون یک انصاف وجود داشته. و بعداً که وقت بیشتر گذاشتم متوجه شدم و هنوز برام عجیبه که چرا من که توی قرآن مثلا برای چه مصیبت خداوند میگوید و بشر صابرین و ما بر سر و صورت میزنیم، یا حدیث علی میگه عزاداری 3 روز، یا لباس مشکی خوب نیست. حالا اینها بهتر از خدا و امام علی میدونن، یا امام علی وسیله رو در نهج البلاغه معنی کرده یعنی صدقه، نماز، اما علما میگن وسیله در قرآن اومده یعنی خود علی. آفرین. خیلی از مردم این چیزها رو نمیدونن متاسفانه، و علما ما آیات رو بریده به ما دادن. مثلا آیه اولوالامر رو هیچ وقت ما آخر آیه را نخونیم که گفته برگردیم به خدا و رسول. شاید هم آخرش را دیدیم و خوندیم ولی ناخودآگاه خدا و امام رو یکی دونستیم. استغفر الله. یا آیه تطهیر که اولا شأن نزول آن مشخص است و دوما شبیه همین آیه برای وضوء اومده. یک بار ما فکر نکردیم این همه پیامبران اومدن که بگن خدا یکیست، شرک نورزید، کمک از خدا بخواهید، از خرافات دور شوید. حالا پیامبر خاتم اومدن برعکس همه پیامبران بگن خدا 15 تاست، استغفر الله، و از همه کمک بگیرید، یا در بهترین حالت میگن اینا شفیع و وسیله هستن که دقیقاً پاسخ بت پرستان و صدر اسلام هست. صادقتر از خداوند کی هست که خداوند گفته اینا که به کمک میخوانید بندگان شبیه خود شما هستند، عبادن امثالکم. یک سوال یا خواسته آسان دارم از برادران شیعه خودم. اگر یکی به ما بگوید نشانه مسلمانان چیست، ما میگیم نماز، روزه، حج، حجاب. حالا ما که میگیم پیرو امامان هستیم، یک مثال بزنید نشانه تشیع چیست؟ من که 1 سال بیشتر از هر کسی پرسیده فقط صیغه خمس عزاداری که این را به هر غیر مسلمان بگویید نه تنها از اسلام فرار میکنند بلکه شما را انسان بی‌عقل و میداند. البته هیچ کدام از امامان هم چنین چیزی نگفتم بدون هیچ شکی. امامی که تو خونش حبس بوده به قول شیعیان و حتی دوستان یا فروشنده نمی رفته در خونش از ترس جانش، چطور خمس جمع میکرد؟ یا به خاطر ترس این واجب رو همه امامان ما ترک کردن. یا زکات که خیلی کمتر از خمس هست و بارها کنار نماز در قرآن اومده، اما خمس به این مقدار زیاد را میخواد، از معنی 70 بطن 70 بهش استناد کرد و توجیه کرد. اگر قرار واجب این صورت مخفی در قرآن بیاد، این کجاش کتاب مبین هست؟ آفرین بر شما. سخت رسیدن به حقیقت، چون من هم تجربهش کردم. البته برای من سخت بود چون تجربه دیگران نداشتم. با پیامی شبیه اینکه الان خودم نوشتم را قبلا ندیده بودم. از خدا و عقل کمک بگیرید، راه روشن است. وقتی خدا از راه گردن نزدیکتر است، از همه حتی امام و پدر و مادر مهربانتر و بخشندتر و آگاهتر. خب چرا از بقیه کمک بگیریم؟ به خدا من معنی این که حجاب ها کنار میرود را در همین دنیا تجربه کردم با شناخت دین حقیقی از خرافات. سخن زیاد بود اما حداکثر سعی کردم خلاصه و کوتاه بنویسم. خدا بهتون توفیق بده. ببخشید، به نظر من به عنوان بیننده شبکه شما پخش فیلم سربریدن به صورت واضح مشخص درست نیست. کجا؟ من یادم نیست، شاید در یکی از تصویرهای یا کلیپ‌های قدیمی بوده، نمیدونم. حتی قانونا هم اینجا ممنوعه. پیش من که هم تصویر هست هم صدا.
آقای یوسف میگه که همه چیز در اینترنت عالیه، خدا را شکر. آقای عبدالله از روسیه، علیکم السلام. من یک سوال داشتم میخوام در واتساپ جواب دید. ما گروه مهاجرها تقریبا 50-60 نفر در ساختمان کار میکنیم، نماز جمعه میخوانیم. بعضی نفرها میگن که نماز شما درست نیست. نه خیر، نمازتون درسته، در جایش باید نماز ظهر خوان. نه آیا همین درست است یا اینکه بگن دلیل کن؟ نه، نمازتون درسته، 50-60 نفری در یک جا نماز میکنید، خدا قبول کنه، هیچ مشکلی نیست. برای ما هم دعا بکنید. آقای محمد از زابل، علیکم السلام. پدر گلم، امیدوارم کارتون خوب باشه، مشکل شما تلویزیون حل شده باشه. خدا را شکر کمتر شده. یک سوالی داشتم. اگر کسی دوران نامزدی طلاق بگیره، عده داره یا نداره؟ اگر عقد بسته شده و با همدیگه خلوت کردن، تنها نشستن، بله. اگر نه. و در ضمن پسر 3-4 سال دختر رو ندیده. یک پیشنهاد داشتم، به نظرم تلفن ها رو اگر برای مشکلی با تلویزیون یکمی برو، تلفن ها و هم وقت بگیره و هم برای اطلاعات میدان زیادی میده. دقت میکنین؟ به این خاطر فقط سوال ها رو در واتساپ جواب میدم و خلاصه میکنم. قبلا هم راجع به تلفن ها مشورت کردم، دوستان ترجیح دادند که پیام واتساپی باشه. مولانا نقشبندی: وقتی دستگاه قضا صریحاً از متجاوز دفاع میکنه، یعنی قطعاً حکومت قابل اصلاح نیست. بله، بدون هیچ شکی. آنچه که من بیان کردم دردهای دل خواهر، آنچه که من بیان کردم دردهای دل خواهر بلوچم بود که دست به دامان من شد، هم دو خواهرم و چکار کنیم که بیاد. آنچه که من بیان کردم دردهای دل خواهر بلوچم بود که دست به دامان من شد، هم دو خواهرم و هم خانوادهش. من قول دادم که من فریاد مظلومیت شما رو بلند میکنم، حتی اگر بر ریختن خون من عبدالغفار ختم بشه. پرونده تازه امنیتی مولانا عبدالغفار نقشبندی از اینجا آغاز شد. دفاع از اعتراضات مردم ایران، خونخواهی از خونهای ریخته شده در جمعه خونین زاهدان و اعلام صحت تجاوز به عنف سرهنگ کوچکزایی، فرمانده انتظامی شهرستان چابهار. شورش بلوچستان که تا الان ادامه داره، مدیون روشنگری مولانا نقشبندیه. به دختر 15 ساله بلوچ سبب شد تا دادگاه مشهد حکم احضار این عالم اهل سنت بلوچو صادر کنه. اما مولانا عبدالغفار روز حرکت به سمت مشهد ناپدید شد و 4 ماه از ایشون اطلاعاتی در دست نبود تا اینکه اون در صفحه شخصیش این ویدیو رو منتشر کرد. در حال حاضر بنده در اختیار خودم هستم و الله متعال دست ظالمین رو از سر ما کوتاه گردانیده. روزی که میخواستم به مشهد بروم، برخی از عزیزان طبق اخبار موثقی که به اونها رسیده بود از داخل نیروهای رژیم به ما خبر دادند که نیروهای وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعات سپاه استان برخی از نیروها رو در مسیر راه ما مستقر کردند جهت ترور و کشتن ما. مولانا عبدالغفار از ترور جان سالم به در برد، اما به نظر میرسه این نه تنها پایان مسیر مبارزه اون با ظلم نظام حاکم نیست، بلکه این شروع ماجراست. من نیامدم اینجا که جونمو نجات بدم، من آمدم که خونمو بگیرم، خون جوانانمو بگیرم. آمدم که با مجازات سرهنگ متجاوز به ندای مظلومانه خواهرم لبیک بگویم. از مرگ فرار نکردم، بلکه امروز با این سخنانم پای سند مرگم رو امضا کردم. 44 ساله که شما رو دعوت کردیم که خواسته هایتون رو، مطالباتتون رو از مسیر قانونی پیگیری بکنید. 44 ساله که به شما آدرس غلط دادیم، اما دیگه بسه.
دیگه کافیه. ما از طریق این قانون به حق و حقوقمون هرگز نمیرسیم، چرا که این نظام فاسد اصلاح ناپذیره. این آخوندهای فاسد اصلاح ناپذیرن. از امروز به بعد ما به سرورانمون اعلام میکنیم که مسیر ما مسیر مبارزه هست، نه مطالبه. ما تصمیممان را گرفته ایم، یا مرگ یا آزادی وطن از لوث و نجاست شما آخوندهای پلید. هشتگ مبارزه ادامه داره. خداوند توفیقش بده و دستشو بگیره و از شر این شروران او و امثالش را حفظ کنه. رصد بلوچستان تیراندازی ماموران نظامی به سمت زنان و کودکان بلوچ در منطقه چهارجمال ایرانشهر. شنبه 2 خرداد 1402 ماموران نظامی به چهارجمال به ایرانشهر یورش برده و با گلوله جنگی زنان و کودکان بلوچ را مورد هدف قرار دادند. گفتند نیروی انسانی با بهانه توقیف یک دستگاه خودروی سوختبر به منطقه چهارجمال ایرانشهر یورش بردند که مردم با تجمع و مانع توقیف خودروی سوختبر شدند. But Jenny and all scores. آقای روح خامنه‌ای چگونه به تسخیر شیطان در آمده؟ آقای تمندانی. محمود احمدی نژاد بارها خامنه‌ای را با لفظ شیطان خطاب کرد. دروغ میگه، خود شیطان هم هست. و در جایی میگوید حکومت شما حکومت شیطان است، که با توجه با اگر راست میگفت چرا در جنبش مردم نایستاد پهلوی مردم؟ که با توجه به آگاهی از اندرونی بیت خامنه‌ای میتوان گفت این سخن مفهومی خاص دارد. در واقع مقصود احمدی نژاد از شیطان خواندن خامنه‌ای عضویت وی در فراماسونی. نه این مذهب اصلا مذهب فراماسونی است. شماره واتساپ آقای احراری ندارین؟ آقای احراری که به خاطر کلمه و ارضای کلمه سالهاست ما رو بلوک کرده است. دنیا فریبنده. آقای عبدالمجید الزاهدان علیکم السلام ورحمة الله. نه بعد موسیقی هر کسی پیر داریه تا پیچه چی من که متوجه نشدم چی میگی.
غیر از کتاب خیانت مدعیان تشیع و ایرانگری مدعیان تشیع کتاب دیگری هم نوشتین؟ بله به عربی دارم کتاب دیگه، کتابی ترجمه شده دارم، در سایت عقیده میتونید نگاه کنید و مطلب شما رو هم قبلا خوندم. آقای عبدالله میخوام در واسطه ما سوال شما رو جواب دادم، درسته. آقای عبدالله موحد از تاجیکستان، خلاصه کتاب منهاج السنه چیه؟ المنتقى کتاب المنتقى مختصر منهاج السنته که این کتاب من دادم به علامه برقعی. وقتی منهاج السنه بهش دادم گفت این کتاب مستواش از ایران بالاتره که میفهمدش. گفتم خب این مختصرش گفت اینو که خوند گفت آره این ارزش با ترجمهش کرد، خدا رحمتش کنه. خب دوستان مثل که سوالات شما تمام شد، اندک منم رفع زحمت کنم. بسیار از بینندگان ما هنوز ما رو پیدا نکردن. خداوند یارتون باشه. شب روزتون خیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مين که جز لا ينفك اهل بیته. و ایشون اینطوری میدونه، اینو سخنش حذف کردید، قیچی کردید.